سردار در خصوص پاسداری از مرزها و فرامرزها چطور؟ چه همکاری هایی هم در این زمینه با کشورهای همسایه داشته جمهوری اسلامی ایران؟ خب به حمدالله ما مرزهای زمینی، هوایی و دریاییمون در امنیت کامل هست، همه شاهد اون هستند و ما چه در مرزهای قطعی خشکی و آبیمون، چه در آبهای سرزمینیمون، چه آبهای انحصاری اقتصادیمون از مرزها و منافعمون دفاع میکنیم. در آبهای آزاد برای مقابله با دزدی دریایی و امنیت دریایی شناورهای تجاری و نفتکشمون فعال هستند نیروهای دریایی ما. و در جهت دیپلماسی دفاعی هم به حمدالله با بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه روابط رو به گسترشی داریم، تفاهمنامه‌های متعددی داریم. هم وزارت دفاع هم نیروهای مسلح تفاهمنامه دارن، رفت آمد دارن در فعالیت‌های گوناگون آموزشی، تجهیزات، انتقال تجربه، رزمایش‌های مشترک داریم و در پاییز امسال هم رزمایش مشترک دریایی رو در شمال اقیانوس هند به همراه کشور روسیه و چین و احتمالاً پاکستان، عمان و چند کشور دیگر برگزار خواهیم کرد. همه اینها نشانگر این هست که به حمدالله همکاری و روابط دوستانه بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای متعددی در منطقه و در سطح جهان در حال گسترش است.